رو که میبینید تقریبا شد 18 تومن. رفتم پیسه رو خریدم آوردم. حالا باید صندلی هم باز کنم تا این صندلی نسوزه. شروع کنیم صندلی رو باز کردن. پیچ این ورم باز کنیم. صندلی هم از داشته بیاریم. پیچاش که باز شد پیچ این ور هم پیچ این ورش هم صندلی بذارم تا بعدا دیگه رسیدیم به اصل ماجرا. میگم دیگه قبلا خودم ساخته بودم برای ترکبند ولی حالا نشده، جور نشده توی ادامه بتونیم یه ترکبند مشتی هم براش بسازم. رفتم پیش ما رو خریدم. دیگه خودتون شدت سرما رو ببینید چقدر سرد، آدم سرخ میشه. آردم دیگه کارم باز کنیم. سفته آمصب مارشو اینجا بذارم گم نشه. لامصب اینقدر واشر گذاشتم براش دیگه نمیخواد اصلا بیرون بیاد. بیا اینم کمک فکر کنم دوست نداره بیرون بیاد. 6 سانتی هم باید تقریبا از این پیچ پایین تر بیاد. فعلا داشته باشیم که این رنگویناشو پاک کنیم با استنگ پرس. بتونیم یه جوش تر تمیز بزنم که عالی بشه. به 5.5-6 سانتی تقریبا باید پایین بیاد. تقریبا اینجا شما بگیرم از اینجا میشه. آره دیگه همین 6 سانت.